خودت راضی هستی؟ خدا رو شکر. انقدر گروه خوبه، انقدر گروه دلنوازان، این مجموعه خوب و پر انرژی و صمیمیان که آدم بدعادت میشه. یعنی من واقعا نمیدونم بعد از این کار آیا یه همچین گروهی میتونم باشون کار کنم یا نه. یه گروه دلنوازه حساب. واقعا الان 6 ماه از کار تقریبا میگذره، همون انرژی، حتی بیشتر. باریکلا. با پخش کار بیشتر. این انرژی تهیه کنندتونه ها، یعنی تهیه کننده خوب نداشته باشین نمیشه که اینجوری دور هم جمع باشین. این تیم رو تهیه کننده محترم چیدن. آفرین، همینو دارم میگم دیگه. پس خیلی قدرشو بدونیم. خیلی آدم آقاییه، به خدا من دوستش دارم. سبد بعد خدمت عرض کنم که تا الان چقدر پروژه جلو هستین؟ چجوریه شما که به روز پخشی نیفتادین که؟ نه هنوز قسمت آماده زیاد داریم. چند قسمت آماده دارین؟ فکر میکنم 10 قسمت دیگه آماده داریم. بینندگان الان عزیز قسمت 30 بیشتر 15 قسمت آماده داریم. 15 قسمت جلو هستین. خب مثلا 3-4 قسمت مونده. چه کاریه پاشیم بریم؟ میخواد 15 قسمت جلوین. خیلی سر صبر گرفتیم. برنامه‌ریزی این سریال انقدر خوب بود که الان مهر رفتیم رو آنتن. ترانه مادری اردیبهشت کلید زدن، تیر رو آنتن بودن. خیلی سر صبر با کیفیت بیشتر ساخته شده این. پس خوبه، جزء پروژه هایی که عواملش نمیگن آی وا ویلا ما دویدیم فلان. خدا رو شکر این پروژه خوب بوده. بله بینندگان عزیز، شاهرخ استخری اینجا رو با کنکور اشتباه گرفته چون ما 4 جوابی داره جواب. کلمه‌ای تک مزرا. بله 15 قسمت. فردا هفته صبح. خیلی خوشحالم. کلا کم حرف نه. کم گوی و گزیده گوی چون دور. ان شاءالله که همون یک کلمه‌ای هم که میگیم خوب باشه. تازه خیلی آدما بتونن حرفای خوب بزنن و کم خیلی هنر بزرگی کردن. من بعید میدونم خودم اینجوری باشه. نه الان که گزیده حرف میزنی، حالا خوب بودنشو بعداً باید دیویدی برنامه رو ببینم.